وقتی کسی حالش بده بهش نگید ای بابا اینم میگذره، نگید درست میشه، نخواهید با جوکای مسخره بخندونینش. نمیخواد بخنده، خندش نمیاد، غصه داره، براش از فلسفه زندگی حرف نزنید. از انرژی مثبت و مثبت باش و به چیزایی که الان داری فکر کن و راجع به اینا باهاش صحبت نکنی. وقتی کسی ناراحته اصلا این شما نیستین که باید باش حرف بزنین. شما در حقیقت باید حرف نزنین، باید دستشو بگیر، بغلش کنین، تو چشاش نگاه کنین، براش چای بریزین. هی فکر نکنین که باید نظریه صادر کنین و صحبت کنین. فکر نکنین اگه حرف نزنین اتفاق بدی میفته. شما جای اون آدم نیستین. شما زندگی اون آدم رو از وقتی که به دنیا اومد